خب دوستای عزیزم سلام. من سعی دارم توی چند تا ویدیو به شما آموزش بدم آکوزاتیو ها رو، داتیو ها رو و اصلا مهم نیست شما تو چه نیروی هستین. این ویدیوهایی که من میخوام بذارم تمام نکاتی رو که در خصوص آکوزاتیو ها و داتیو ها که نیازه که شما بدونید و من بهشون آموزش میدم. توی این ویدیو سعی دارم یک چشم اندازی به شما بدم در خصوص آکوزاتیو ها و داتیو ها و بعد از اون توی هر ویدیویی به صورت جداگانه این مفهوم ها رو براتون توضیح میدم. همونجور که میدونید در زبان آلمانی بعد از بعضی از افعال در واقع بعد از بعضی از فعل ها به صورت آکوزاتیو بیان میشن و بعضشون به صورت داتیو، اما فعل هایی وجود دارن که بعد از اونها هم آکوزاتیو باید بیان بشن و هم داتیو باید بیان بشن. به عنوان مثال آکوزاتیو ها در واقع همونایی هستن که ما به فارسی بهشون میگیم مفعول رائی، یعنی را رو میپذیرن. مثلا میگم علی سیب را خورد. علی چه چیزی را خورد؟ مثلا سیب را خورد. در واقع با اینجور سوال جواب از خودمون کردن میتونیم بفهمیم آیا اون جمله آکوزاتیو میگیره یا نمیگیره. حالا فعل های زیادی وجود دارن که بعد از اونها آکوزاتیو قرار میگیره. به عنوان مثال اینجا اسن و ذهن رو گفتم، البته خیلی فعل های دیگه هست مثل هابن و خیلی فعل های دیگه که من سعی میکنم تو ویدیو مختص به خود آکوزاتیو ها اونا رو بیشتر براتون توضیح بدم. و بعضی از فعل ها هستن که بعد از اونها حتما باید داتیو بیان بشن و اینا مفعول رائی نمیگیرن، مثل لافن، مثل گهن، مثل هلفن. مثلا به عنوان مثال میگم ایش هلف دیا، یعنی من به تو کمک میکنم. من تو را کمک میکنم که نمیتونیم بگیم، پس من میگم من به تو کمک میکنم. در واقع اینا داتیو همون متمم ما، در واقع داتیو همون در واقع فعل لازم ماه و در واقع آکوزاتیو ها در واقع فعل های متعدی هستن که فعل آکوزاتیو ها در واقع هم مفعول رائی رو میپذیرن که ما بهش میگیم در فارسی متعدی، و افعال داتیو فعل هایی هستن که مفعول رائی رو نمیپذیرن که ما در واقع فارسی بهش میگیم فعل های لازم. ولی بعضی از افعال هم وجود داره که بعد از اونها هم آکوزاتیو رو ما باید بیان کنیم و هم داتیو ها، مثل گبن. البته در خصوص این آکوزاتیو و داتیو ها که بعد از اونها میاد چند تا نکته وجود داره که الان تو اسلاید بعد براتون توضیح میدم. مثلا گبن بعد از اون حتما باید شما هم آکوزاتیو رو استفاده کنین هم داتیو رو، چون هر کدومش رو استفاده نکنین جمله معنی نمیده. مثلا میگم ایشگه به دیا، من به تو میدهم یه چیزی را، بعد شما نمیتونید بگی ایشگه به دیا تمومش کنید. ایشگه به دیا اتواس، مثلا ایشگه به دیا ein Geschenk، مثلا من به شما یه کادو میدم. پس دوتاش نیازه، یعنی هم داتیو نیازه و هم آکوزاتیو نیازه. در این خصوص چند تا نکته وجود داره. افعالی که هم آکوزاتیو و داتیو میکنن 4 حالت ممکن اتفاق براشون بیفته. حالت اول اینه که آکوزاتیو و داتیو ما هر دو به صورت اسم بیان بشه تو جمله. به عنوان مثال ایشنک لیندا ein Buch. ایشنکه یعنی من کادو میدم، لیندا به لیندا در واقع ein Buch یک کتاب را. پس اینجا میشه لیندا در واقع داتیو ما، ein Buch میشه آکوزاتیو ما. و اگر که آکوزاتیو و داتیو به صورت اسم بیان بشه ترجیح میدیم اول داتیوی که به صورت اسم بیان شده رو اول بیاریم و بعد آکوزاتیوی که به صورت اسم بیان شده. حالت دوم ممکن آکوزاتیوها اسم باشن اما داتیوها به صورت ضمیر باشن. در اون صورت می نویسیم که ایشن که یا ein Buch، در واقع جای داتیو ما که لیندا بوده ایا رو گذاشتیم که یک ضمیره، ein Buch که همون اسمه که به صورت همون عادی بیان شده. یادتون باشه همیشه ضمیر بر اسم اولویت داره، یعنی که ضمیر اگر بخوایم ضمیر و اسم رو در جمله استفاده کنیم حتما ضمیر در حالت قبل از اسم بیان میشه. و در حالت سوم آکوزاتیو ما ضمیر باشه و داتیو ما اسم باشه. یعنی چی؟ میگیم که ایشن که اس لیندا، اسم برمیگرده به در واقع ein Buch و لیندا هم که داتیو ماست که به صورت اسم گذاشتیمش، تغییری نکرده. همونجور که گفتم همیشه ضمیر بر اسم اولویت داره. اصلا مهم نیست که ضمیرمون آکوزاتیو باشه ضمیرمون داتیو باشه، ضمیر همیشه اولویته. حالت چهارم اتفاق میفته اگر هر دو تا ضمیر باشه. چه اتفاقی میفته؟ اولویت با کدومه؟
اگر هر دوتا ضمیر باشه همیشه اولویت به آکوزاتیوه، یعنی شما باید همیشه اول ضمیر آکوزاتیو رو بیان کنیم و بعد ضمیر داتیو. به عنوان مثال ایشنک اس ایا، یعنی من کادو میدم اون کتاب رو به لیندا، در واقع ایشنک اس یعنی اونو به اون خانومه مثلا کادو میدن که اس برمیگرده به این بوخ و ایا برمیگرده به لیندا. همونجور که میدونید همونجور که الان هم گفتم ضمیر آکوزاتیو اولویت داره بر ضمیر داتیو. این نکاتی بود که در خصوص در واقع آکوزاتیو و داتیو ها بعد از فعل هایی که آکوزاتیو و داتیو میکنن باید شما بدونید. جلسه آینده سعی میکنم در خصوص آکوزاتیو ها بیشتر براتون توضیح بدم و شما متوجه میشین که بعد از چه افعالی باید آکوزاتیو بیان بشه و همچنین یاد میگیرین که بعضی از حروف اضافه وجود دارند که بعد از این حروف اضافه فقط و فقط آکوزاتیو بیان میشه. و جلسه بعدترش هم حتما در خصوص داتیو ها توضیح میدم. شما یاد میگیرین بعد از چه در واقع چه فعل هایی فقط داتیو بیان میشه و چه حروف اضافه‌ای فقط مخصوص داتیو ها است، یعنی بعد از اون حروف اضافه فقط داتیو باید بیان کنیم و بعد از اون هم با آکوزاتیو ها و داتیو ها که الان براتون توضیح دادم آشنا میشین و متوجه میشین چه حروف اضافه‌ای وجود داره که بعد از اون باید یا آکوزاتیو یا داتیو یا هر دوی آنها رو استفاده کنیم و سعی میکنم توی جلسه های آینده با مثال های زیاد براتون این مفهوم گرامری رو توضیح بدم. پس تا جلسه بعد که شروع میکنیم به صورت کامل آکوزاتیو رو یاد بگیریم